الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى جميع أولياء الله. و درس 45 از سلسله درس‌های مثنوی معنوی مولوی و ادامه داستان در درون داستان. و صحبت قبلی در یک شاهرگی یا شاهبیت رسیده بودیم که مولانا در مابین قصه ها میروه هر کدام صحبتهایش و تشریحاتش پر از ظرافت و کیاست است و سیاست است، ولی گاهی اوقات بعد بعضی اشعار از شاهبیت می شود. شاهبیت شرح کردیم که طوری می شود که دیگر در او انسان را یک دم در وجد می آرد و در چرخ می آرد. و همون موضوع همزبانی خویشی و پیوندی است. مرد با نامحرمان چون بندی است. ای بسا هندو و ترکی همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. اگر متوجه باشین بعضی مشاق ها هم وقتی که میکشیدن خط میکشیدن امیر می نویستن از همدلی از همزبانی بهتر است و امیر در 10 خط ولی یک شکل بالای هم بر رنگ قوی بر رنگ کم مشاقی میکردن. پس یعنی چون بخاطری که در مابین جامعه جا افتیده بود امی شعر و همی بیت شاه بیت است. بعد گفت که غیر نطق و غیر ایما و سجل 100,000 ترجمان خیزد زدل. غیر نطق و غیر ایما و سجل 100,000 ترجمان خیزد زدل. این شاه بیت. بعد گفت جمله مرغان هر یکی اسرار خود، از هنر و از دانش و از کار خود با سلیمان یک به یک وامی نمود، از برای عرض خود را می ستود. قصه حضرت سلیمان و چنانچه که در قرآن ذکر رفته میگم مرغها یعنی پرنده ها دانه دانه هر کدام اسرار خودشان را در پیش حضرت سلیمان عرضه میکردند. بعد میگوید که تصرف سلیمان علیه السلام در پرنده ها را از جنسی پرنده بازی دیگران نداد، که تو فکر کنی که گویا حضرت سلیمان کفتر بازی میکرد یا بودن بازی میکرد که یک انسان هایی که در امی پرنده بازی بکنن هم حتی به یک مرحله میرسن که بانی غرق میشوند. یک عکس بسیار زیبا و تعبیرناکی از امی مردم ما یک چند وقت پیشان نشر شده بود و عکس را جالب بود. بسیار هم تو چهره های نام خدا به هیبت، ریش های هم تو کلان و مورچپه و لنگیا زدگی کلان چند دانه بودنه در مابین مجلس همی تو هست. هر کدامش دیگه طرف ازی گرفته. باز همون یک زین مگش گفتم یکی از ابن سینا و یکی از فارابی و یکی از مولانا و یعنی همون تو چهره ای رقم ولی ظرفیت رقم. پس بنابراین مولانا میگوید که نه، اینجا این قضیه حضرت سلیمان و پرنده ها را تو از این جنس نبین و از این جنس ترفیه و تسلیه و مسائل تو که میتانی به این حالت حتی برسی یک پرنده را به این طریق بازی تو رام بسازی و حتی مثل تو گپ بزنه و مثل تو حرف بزنه، پس او سلیمانی که سری از او دیگر هست او چی تو نمیتانه. چنانچه که در جای دیگه میگه ساحر صحن برنجی را بفن، صحن پرکر میکند در انجمن. پیش جادوگر که جادوگر است میبری یک طبقی پر از برنج را نشان میده که برنج ها را در نظر تو کرم مینمایانه، چون که جادو میتواند این چنین چون بود دستان جادو آفری. پس وقتی پس تو که وقتی که در پرنده بازیت به یه حالت میرسی و تو حتی در یک مرحله از مراحل توسط این کفترها و اینها پوست را میرساندی و خط و نامه های عاشقا تبدیل و تغییر میشد، نامه های شاه ها و سلاطین توسط از تبدیل میشد. پس چطور
این را میتونی بپذیری و به او حکمت الهی که و از طریق معجزه در سلیمان نهاده بود و در این پرنده ها تو نفهمی. پس بنام میگوید که این پرنده ها در تصرف حضرت سلیمان به نوعی بودند که خودشان را محرم اسرار خود دانستند، چون پرنده ها هم عاطفه دارند، حس دارند، شعور دارند، رابطه محبت و رابطه مودت دارند، خانه میسازند، آشیانه میسازند و میبافند. پس بنابراین همین است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ گفت که کسی که یک پرنده ای را به قصد هدف گرفتن و شکار کردن میزند ملعون است و بوی جنت را نمیبرد. در حدیث صحیح است. یعنی بله تو شکار فقط به اندازی هست که تو نان بخوری و ضرورتی گرسنگی تا رفع کنی که اگر چیزی بهتری داشته باشی به اون نروی. اما پس وقتی که در جامعه ای که پرنده آزاری مود شود و به یک شوق تبدیل شود، پس شما در اونجا چی میبینین؟ یعنی چی توقع میکنین؟ اینجاست که حدیث پیغمبر را میبینی و میبینی که یعنی در اسلام که پیغمبرش برای نکشتن یک پرنده چقدر وعید بیان کرده. پس این پرنده ها هم محرم اسرار خودشان را میافتند و محرم اسرار خودشان انسان کامل در همون عصر، در عصر از اونا نماد و مظهر انسان کامل که حضرت سلیمان بود. بنابراین با اینها در یک تناسق درونی قرار گرفت که وحی این را تأیید کرد و اینها هر کدامشان اسرار خودشان را برای سلیمان میگفتن، نه به خاطر بگن که ما چی دارم بلکه میگفتن که ای سلیمان تو نمادی انسان کامل در روی زمین هستی و تو مظهری خلافت خداوند در روی زمین هستی و تو خلیفه عالی و کامل خداوند در روی زمین هستی و ما موجودات و کائنات در اینجا هستیم. بر درختان شکرگویان برگباغ که زه عرصه زه دشت و زه عرصه فراخ، بلبلان بر گرد اشگوفه گری که از آن چی میخوری ما را بده. پس اینها همگیشان برای سلیمان در حقیقت میگفتن پس ای سلیمان اینمو اللهی که برای تو این عظمت را در تو داده و تو را این خلافت را برای داده و در تو این ظرفیت را داده، برای ما هم ظرفیت هایی داده که ما این ظرفیت ها را برای تو بیان میکنیم. بعد همیست که در مابین این پرنده ها هدهد، یعنی یا به اصطلاح مختلف که مثلا در مناطق ما مردم ملا بوتک میگن یک کلمه ماندن، چون به خاطر نام از اون ملا گرفتن که چون ملا معمولا دسترش یک لنگی میزنه و اینان و اون دسترش یک تاجک داره یا دسترش یک دانه چیزکی داره. بنا نور یک جای دیگه در پشتو در مناطق ما ملا تورغی میگفتن، نمیدونم در یک جای دیگه شاید نام دیگری بله بوتک. اینمی بوتک این نمادی چی شد؟ نمادی پرنده‌ای کامل شد و نمادی به اصطلاح ولایت شد در مابین پرنده ها، چون نمادی بصیرت شد، یعنی بسیار دوربین هست. اینه است که این چیزا را که بفهمی بعد حکمت در قضیه سلیمان و این چیزا را میفهمی. ببینید ما با فهم ناقص خودم ببینیم که از طریق مثنوی چطور در بعضی مسائل فهم شما از قرآن نزدیک می شود. شما این داستان سلیمان را بسیار پیش یک نفر دیگه بروین، بسیار سطحی شاید براتان بیان بکنه و بسیار به یک شکل بیان بکنه که شما نفهمید. اما وقتی که شما به عرفان از آدرس مولوی مثنوی می روین، شما فهمی عمیق‌تر پیدا میکنید، شما زیادتر میفهمید، شما عرصه فهمتان زیاد میشود. این گوشه های چیزی که مگم کسی دیگری از مکه شاید بسیار خوبتر بفهمه. پس بنابراین از صلب و صمیم یک معرفت درست خواندن عرفان تشرعی هست و نمی کتاب مثنوی که در جای تدریس واقعا یکی از گزینه‌های بهتر برای این مسائل. تعدادی شاید فکر کنن که یک متن ادبی هست. نه، متن ادبی باشه گلستان متن ادبی هست، بوستان متن ادبی هست، چیزای دیگری متن ادبی هستن، حتی حافظ متن ادبی میتونه باشه. این متن ادبی نیست، یعنی یک متن معرفتی دینی و شکلی از که مفاهیم را زیاد نزدیک میسازه. پس ببینیم که سلیمان علیه السلام مظهر خلافت و انسان کامل در روی زمین و پرنده ها به اسرارشان را به اساس این که
امو ظرفیت و استعدادی را که برای تو خداوند داده برای ما هم داده، زبان محرمیشان را از طریق دل اینها بیان کردن و هدهد در اینجا یک نمونه شد و این قصه ها بعد در این وسط آمد و الله متعال همیشه انسان را در قرآن عظیمشان به ماحولش و به طبیعت ربط میده. قرآن بزرگترین کتابی هست در مابین کتابهای قدسی و الهی که انسان را به طبیعت و به محیط زیستش و به ماحولش ربط میده. بیشترین کتابی است که در این از نهر و از بحر و از کائناتی که در این هست و از سبزه و از استفاده از آفتاب و از استفاده از ستاره ها و از نجوم و از استفاده از روابط طبیعی، از هوای صاف صحرا، از هوای دهکده ها و از این چیزا و از سفرهای تابستانی و از سفرهای زمستانی و از پرنده ها و از مواشی از این نام برده شده است. پس بنابراین قرآن یک انسان را مطابق فطرت تربیه میکنه، ولی انسانی که ناقص هست فکر میکنه که یعنی این چیزها یعنی گویا العیاذ بالله نقاط ضعفی در قرآن هست. میتونست پس بنابراین قرآن انسان را به پشه ربط میده، انسان را به پرنده ها ربط میده، انسان را به این مسائل ماحول و تمامش ربط میده و انسان را معرفتش را زیاد میسازه. بعد گفتی جمله مرغان هر یک اسرار خود، از هنر و از دانش و از کار خود. با سلیمان یک به یک وامی نمود، از برای عرضه خود را می ستود. میگفتن اینش میگفت که من ایره دارم و اینش میگفت من ایره دارم. از تکبر نه و از هستی خیش، بهر آن تا ره دهد او را به پیش. هر کدامش از تکبر نه و از حسادت با هم دیگرشان نه، بلکه به این آمدن پیش سلیمان که یعنی ما به تو انسان کامل مقرب شویم، پس اینه کمال ما هست. بعد در اینجا یک مثال میارم، میگه چون بباید برده را خواجه، عرضه دارد از هنر دیباچه. چون که دارد از خریداریش ننگ، خود کند بیمار و کر و شل و لنگ. میگه گاهی اوقات وقتی که یک حتی برده غلام در عصر غلامی که برده می بود، وقتی که در بازار کسی برای خریدن از اون می آمد چشمش می افتید، چون این بیچاره خب انواع بادارها را تجربه کرده بود. وقتی که می دید طبیعت انسانها را می شناخت، می فهمید که امیر ما مرا همی بخره، به همو خود را هنرش را می نمایاند، قوتش را، زورش را که من به همی برم. وقتی که از امو یک نفر بدش می آمد، خود را کل منداخت، شل منداخت، لنگ منداخت که مرا این نگیرد و به این نروم. پس هنرنمایی وقتی میکنه که رابطه یک محرمیت را با دل او برده خب اون نفر را ندیده بود قطعی از اون قصه کرده باشه، به مجرد تجاربش این را میشناخت، میگفت در سیمای از این من نجابت را میبینم، بنابراین خود را به او هنرنمایی میکرد کاش پیش از او برود و برای کسی دیگری مثلا میگفت که نه. همین قسم این پرنده ها میگه در سیمای سلیمان وقتی نجابت را دیدن و نماد انسان کامل را دیدن، پس برای از اینها خودشان را افشا کردن و افشا شدن و برای از اینها باز کردن اسرارشان را. پس هر کس به هر کسی خود را باز نمیکنند و هر کس به هر کسی کوشش کنه باز نمیشه. پس گفت چون بباید برده را خواجه، عرضه دارد از هنر دیباچه. دیباچه یک مقدمه، یک چیزی خودش را پیش میکنه، مثل که در قوانین میگه دیباچه. چون که دارد از خریداریش ننگ، خود کند بیمار و کر و شل و لنگ. نوبت هدهد رسید و پیشه اش، و بیان صنعت و اندیشه اش. گفت ای شه یک هنر کن کهتر است، باز گویم گفتی کوته بهتر است. و گفت یک هنری کوچکی که من بیان میکنم همورا دیگر تو ایره بگیر و کوته برات میکنم. گفت برگو، سلیمان یعنی گفت برگو بگو تا کدام است آن هنر. گفت من آنگه که باشم اوجبر یا اوجبر یعنی در بالا، بنگرم از اوج با چشم یقین، می ببینم من ببینم آب در قعر زمین. من در هنری من است که من در بالای بالا باشم، من در قعر زمین میفهمم که در این منطقه آب هست در زیر از این و این را به دیگر پرنده ها آب را در ظاهر باید ببینم تا باور کنم که آب هست. من در زیر بوی آب را احساس میکنم و این چیزی من هست. تا کجای است تو، چه عمق استش، چه رنگ، از چی جوشد
از چی می جوشد؟ ز خاک یا ز سنگ. من میفهمم که این آب عمقش چقدر است و رنگش چه قسم هست و این جوششش خاکی هست یا این از مابین سنگ و صخره ها میبراید. من میفهمم. ای سلیمان بهر لشکرگاه را، در سفر میدار این آگاه را. ای سلیمان تو که در سفر هستی و در سفرها میروی، اینه تو انسان آگاهی را، اینه تو موجود آگاهی چون من را بگی که در سفر به آب ضرورت هست و امو آب شناس من هستم. اینجا هدهد تعبیر از ولایت شد، یعنی انسان ولی را بگیر که انسان ولی تو را در راههایی که تو تشنه هستی در این مسیر، این برات آبها را پیدا میکنه. مقصود ای سلیمان بهر لشکرگاه را، در سفر میدار این آگاه را. پس سلیمان گفت ای نیکو رفیق، در بیابانهای بی آبی عمیق. عمیق صفت بیابان، یعنی بیابان بسیار عمیق، یعنی پهن. عمیق در اینجا به معنی پهن و بی آب. تو یعنی این را تایید کرد، یعنی سلیمان هدهد را تایید کرد. اینجا چون همیشه یک صراع بین خیر و شر هست، اینجا زاغ با وصفی که در قرآن در زاغ به نماد شر یاد نشده است. زاغ در قرآن بلکه به عنوان معلم یاد شده است که گویا به گونه وقتی بچه حضرت آدم این یاد داد طریق پوشانیدن و طریق دفن کردن را. منتها انسانها در مجموع رنگ تأثیر داشته در انسان. سفید و به رنگ سفید و روشنی که می رفتن برن رنگهایی داشتن، کبوتر موجود نجیبی شد و این به اصطلاح زاغ رمز دیگری شد. اما سهراب سپهری هم شاعر هم یک شعر زیبا داره میگه که به این معنا میگه هیچ وقت نشیدیم کسی بگه سگ یک موجود نجیب هست، همیشه گفتن اسب موجود نجیب هست. یعنی انسان ها عرف و معرفت ها دارند، در جاهای خودش تأثیر خودش را دارند. اینجا زاغ نمادی شومی و نمادی نحسی شد، چون بعضی زیبایی ظاهری ندارد و صدای خوب ندارد. مخصوصا انسان هایی که ظاهر پرست هستند پشت رنگ و پشت همین چیزا میگردن. بیدل سب چی میگه که اعتبارات جهان اندر لباس افتاده است، ورنه یک رنگ از خون در رگی طاووس زاغ یا در پیکری طاووس زاغ. پس بنابراین زاغ به همین شد. مولانا هم در مثال ها اینجا میاره، میگه در اینجا چون در این داستان یک شر همیشه در هر جا حضور دارد، بعد وقتی که زاغ شنید که هدهد ایتو میگوید، بعد گفت طعنه زاغ در دعوای هدهد. زاغ چون بشنود آمد از حسد، با سلیمان گفت و کو کش گفت و بد. اولین کاری که کرد ایره بد گفت که به سلیمان گفت این دروغ میگوید این هدهد و این بد گفت است. از گفت اینالی به خاطر که یک کمی زاغ صحبت خودش را رنگ روغن بده، خب اگر بگوید بیا یک نفر را بگوید که دروغ میگوید، خب باز او نشد دیگر، باید یک کمکی رنگ بده. او گفت سیدی اصلا در مقام شما به احترامی میکنه، در پیش شما آمده خودش یک هدهدک تعریف میکنه. این اگر شما ببینین مسیر همین چاپلوسی اکثر از این طریق هست، از این طریق هست. به این طریق میاد در پیش کسی که گویا نفر دیگر را در بالا ببری و انسان ها هم در همین طریق اگر زیرک باشن سکوت میکنن. بعضی انسان هایی هستن که یعنی تو هستن، هر کس نمیتونه گاهی اوقات آلی رو گفته بکنه، گاهی اوقات انسان تون معرفی میشه، آدم نباید تون باشه. اما بعضی کسانی هست، من یکی از علما رو شنیدم و این علما سلفی هست، یعنی تو نباید ما عموما مذهب گرایی نمیخوایم، اما مطابق از انسان های حق بوده. در پیش از این شیخ ابن عثیمین فوت کرده، در پیش از این یک نفر تعریف کرد، شیر خان، یک از طلبه هایش، یک از شاگرداش در پیش شیر خان، شیری که مرد تو عالم هستی، توستی و این خب باید حداقل یا آفرین میگفت بارک الله یا شاباش، یا حداقل خط میکرد. گفت نخوان پیش میکاره، دیگه این کارا نکن، دیگه این کارا نکنی. گفت پیش ما تعریف. ببینید این استغنای این یک معلم خوبی هست. هارون رشید
وقتی که فوت کرد میبخشید بچه مهدی بعد گرفت باد هارون آمد. هادی شاعرها در پیش رفتن، کل یک شاعرها رو جمع شده. شاعرها خوش شدن گفتن خواهم بریم از پیش از یک چیزی میگیره دیگه، بار طرف کرده شعرها گفتن شده کل چیزای از جمع کرد، پاره کرد و طرف خواند و دیگه این کارا رو رفتیم پیش ما بیاریم که مثلا این تو به این شکل چیز خواهیم. این کار ممکن احیانا خوب باشه احیانا خوب نباشه، منتها انسان صداقت درونی مهم هست. نه اینجا هم ببینیم که زاغ در قالب تملق گپ را آورد، گفت از ادب نبود به پیشی شه مقال، خاصه خود لافی دروغین و محال. پیش شاه بیاید تعریف بکنه از خود، باز و هم سیدی تو یک تعریفی بکنه که تعریف دروغ باشه. اما یک قصه دیگر را شما حتما شنیدین که مردکه بیادی ما قصه است، یعنی حکمت هاست در قصه ها معناها میتر و ظرافت ها در مابین این چیزا مهم است. خواستم کتاب مستعین که ظرافت هم داره. اما قصه در وطن ما شما مشهور است که یک نفر آمد گفت که من در راه دیدم امی کوچک ها یا امی سگک ها در هوا وق میکردن. اون نفر گفت که تو بسیار دروغ غلط گفتی، چون برادر از بسیار دروغ خوب میگفت، در پیش پادشاه ماهر بود، مهارت داشت و یه همین قسم حرف را زد. گفت من خیلی برادر من از دروغ پول میگیرم، من همون یک قصه بکنم که پول بگیرم. پادشاه را بندی کرد. بعد برادرش خبر شد، آمد به پادشاه گفت که یعنی برادری من راست میگه. گفت وای چطور راست میگه؟ گفت راست میگویا، یعنی کوچمنچی ها در راه رفتن دور از مجلس سگ‌های از زیرا چوچه داده بود و کدام زاغ‌ها آمدن و بازها و کرگس‌ها چوچه از زیرا بردن در هوا، در هوا و وقت کرد. اینی را شنیده مقصود از این عزیز. بعد پادشاه گفته یعنی تو مثل تواری بگویا که ما باور کنیم و این تو نمیشه که به یک شکل. بعد آمد و پیش برادرش گفت که اوستا ناگشته بگشادی دکان، یعنی هر چیز از خود یک تاریخی داره و یک گفته داره. همین است که هر قدر امروز شما ببینید در رکلام ها و بازاریابی ها همین قسم است. ما واری باش میرید در داخل سوپرمارکت یک چیزا میبینید نوشته است 2 روپیه، فکر میکنید 2 روپیه است، اون وقت میخری 1 کیلو میبینید که در زیر شخصا نوشته 100 گرمش میده، از نوشته 100 گرمش 2 روپیه است. یعنی یک حیلگات میدگات یا در عقدها بنام اینمی دنیای نمی تو مکر و فن شدن، مهارت ها و گونه های و زاغ هم تمثیل انی هست. گفت از ادب نبود به پیشی شه مقال، خاصه خود لافی دروغین و محال. گر مرو را این نظر بودی مدام، چون ندیدی زیر مشتی خاک دام. گفت اگر این هدهد اینقدر که آب عمیق را میبینه، پس چرا در زیر پای خودش این دام را نمیبینه؟ اشاره مولانا به این هست که انسان‌های طاعن در اولیا میگویند این اولیا اگر میگفتن اگر کلطبیب باشه سری خود تداوی میکنه، یعنی این اولیا اگر اینقدر در پیش حق مقرب هستند بلاها را خیلی از خودشان دفع بکنن و چرا مرگ را از خود دفع نکردن؟ چنانچه که بعضی ها همین گفتن که حضرت محمد چرا وفات کرد. حتی امروز کسی مشهوری در جایی گفت که ما میتونم گفت تشخیص بدیم که حضرت محمد به یک بیماری وفات کرده که بسیار ساده است دواش در این روز، پس چرا وفات کرد اگر او پیغمبر میبود؟ ببینید که بسیار عجیب و نافهمانه. مولانا میگوید که شما فکر نکنید طاعن ها در ولایت به همین آدرس میروند، چنانچه که زاغ در هدهد این گپ را میزنند. خیلی نباشه همه کس خود خالد و جاوید نیست. او یا به عبارت دیگر بیدل سے میگه آسمان این دام ها در پیش اولیا میافته، آسمان بیگانگان را قابل سختی ندید، جز به دستی آشنا نفروخت قصاب استخوان. و هر کس بعد این دام ها و هر کس دام های زاد و تو از او دامی بترس که تو را در هلاکت و در فلاکت انداخته و تو را معیشت فکر میکنی، از او بترس. بعد او را میگه بیدل میگه او دام این سگان از قعر دریا هم برون می آورند، گر همه چون گوهر اندازی به گرداب استخوان. بعد میگوید چون گرفتار آمدی در دام او، چون قفس اندر شدی ناکام او. پس سلیمان گفت ای هدهد رواست، کس تو در اول قدح این درد خواست. درد که گرفتگی ها و غبارهایی که در داخل یک آب باشه در داخل بیاره. گفت در اولین جامی که تو برای ما تقدیم کردی یعنی تو آلوده تقدیم کردی به هدهد گفت چون نمایی مستی ای خورده تو دوغ، پیش من لافی زنی آنگه دروغ.
تو دو خورده خودت را در مقام شراب نشان داده، مست کرده ای که گویا تو مست شده، یعنی بریم نشان داده. یعنی پیشیما باز لافی دروغ میزنی سلیمانی تو جواب گفتن حدود طعنه زاغ را بعد ای باشه در درسی آینده. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.